کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی یک شبانه روز اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان دو حادثه فوق‌العاده رخ داده است. شب 3 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه یک پلنگ برفی به چاروای خانگی در آغل یک ساکن دهه انبوی جماعت برواز نوعه روشقله حمله آورده 6 سر چاروای خرد را درانده است. بعد نابود کردن چاروا ساکنان همراه کارمندان مقامات یکجای توانستند پلنگ برفی را به درون قفس درآورند. حیوان وحشی را از حدود دهه خیلی دورتر برده سپس از قفس آزاد کردند. یادآور میشویم صبح 23 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه یک پلنگ برفی به آغل یک ساکن امین جماعت برواز نوعه روشقله وارد شده به چاروای داخلی آن حمله کرده بود. این درنده 20 سر چاروای خرد را درانده یک سر چاروای کلان را معیوب کرد. همین طور در پایان ماه اکتبر سال 2021 یک پلنگ برفی به آغل یک ساکن جماعت زنگ نوعه اشکاشم حمله آورده 31 سر چاروای خرد را نابود کرد. 2 سر چاروای کلان و 8 سر چاروای خرد را زخمی کرده بود. بنا به اطلاع پژوهشگاه گیولوژی ساختمان به زمین لرزه تاب‌آور و زلزله‌نگاری اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان روز 2 مارس سال 2022 ساعت 14:57 دقیقه به وقت محلی در حدود تاجیکستان باز یک زمین لرزه رخ داده است. مرکز این آفت طبیعی در 306 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه و 270 کیلومتری جنوب غربی خوروغ در حدود افغانستان جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 4 بال و در خوروغ 2 بال را تشکیل داده است. درباره کدام خسارات در نتیجه این آفت طبیعی گزارش نشده است. تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده است و هر سال در این کشور تا 200 زمین لرزه شدتش از 1.5 بال بالا ثبت می شود. ماه ایول سال 2021 در نتیجه یک زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نوعه تاجیک آباد به هلاکت رسیده بیش از 200 خانه خراب شد.